سفید دستی مپوش، سفید دستی مپوش، کالای سیاه را به جلوه بیکشی ظالم تو ما را، به جلوه میکشی خوندارو میشی، الا ظالم ببین روی خدا را. ای با لا 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 لی لولو. سلام علیکم. هیچی لالا برش نمیدونم ای پینتم بگو یک کار که تو که من حوصله ندارم. چیکار کنم؟ سلام درس رو مامان نوروز برو. خب برو چیکار کنم؟ بگو مامان نوروز بچه ها شما بیامدم گیلک و عباس یک هفته به عید مونده بود، بیامدم 5600 روپیه ادکون ما میوه خشک بردم. گفتم فقط 2 شب به عید بمونه، من پولا شما رو میده. انا چند روزم از این تیر شده تا به حال نه خبرشون نه درکشون نه چی. ما هم همین خود بریزا اینا قرض داریم، مجبوریم بعد عید یه تصفیه حسابی مجبوریم پول مردم بدیم. لالا که ما که مامان نوروز میشناسیم کدام باید بدیه امی مقالات عجو هم مامان نوروز پول مایه. چرا شما 5600 روپیه برای ما قرض دادی او شیرینی ای بچه و عباس و گیلک بیامدن گفتم 2 شب به عید بمونه پولا شما رو میان، اگه پیار من نداد خود ما میده. لالا میگفتیم حساب کاکا برادر همسایه هستی قبول هستی برار من می شیرینی ها عید بیاردم بفری چون فایدی و حدمه پولا بابار میبرم میدم دیگه. شما اینا رو به قرد ببره قرض الحسنه که یک دمی با شما بیارین نمیدادین. لالا حال من نمیرم خود شما برید. ما برون لالا جنجال میکنم اونا اعصاب من خراب میکنن. من نمیرم لالا خود شما برید. برو تو امیر من زکبتون میگم به گپ بفهم. برو بگو ماما امروز 2 شب به عید بمونه برار ما گفته بچه‌ها شما گفته پولار میارم. من چند روز از این تیر شده آخرین پولار بدین که ما به کار داریم، ما هم قرضدار مردم. با تو هم حال به تاس ما خلیفه شدی. هم گپ که به تو میگم بگو خوبه چشم دلیل و دلایل به من اضافه تر چرا نیار. شما نمیری؟ حال تو برو تو بیشتر با پرروتری. من روی من نمیشه یک کلمه گپ بگم رو همسایه داری. اگه به زبون خوشی دادم ندادم سه کنی که من چه کار میکنم. خوی حالا که من میگم نمیرم. خو اگه می جنجالی نمیکردی از زبونش خود اینا میآوردن دیگه. به زبون خوش میگم ما را از سوراخ بیرون میکنه بدیو بگو ما من ما قرض داره. همین پولا داره که ما هم مردم قرض داریم، هم مردم قرض کنیم شما به قرض. خوبه گردن ما بند باشه به زی شرایط عالی نیه. بم برار خو که برارتون دارش به قرض نده. خلاص دیگه من انگار اینا رو بدونا ببخشیدی. الان 5600 روپیه مگر از به جنجال بکنه. کاش که از خود ما باشه قرضدار مردم نباشی. بابا آدم قرض داره دیگه میاره میده که برده که نیای به درس رو آدم. یکی به قرضم بدی به بلایی ندی هم به بلایی واکنی ماما نورو. سلام علیکم. یاریم بخیریم اول خوبه زنده باشی. ماما نورو همه پولکان شیرینی ها چند روز میشه آقا بچه ها خو عباس ری کرده بیدین شب روزا برای برار من رمضان شیرینی داده بید 5600 روپیه حساب شما شده بید گفته بیدم تا شب عید به پولار میارید. آره شب عید که نوردی میچی چند شب من از عید تیر شده چند روز میشه. این رو سبا ماما نوروز آن عید قربون میایه با بیایی به پیش اون برار من با روی شما رو داره به شما به قرض بده. برو خود سلام بگو بعد دو سلام بگو فقط من دیدک شو دیگه من وقت بدن که من فکر پولا شما بردارم. حالا که اصلا یک پول من پیش من نیه که من تو پول بدم. ماما نوروز همه گپا چه موثر هستی که گفتیم شوید میارم. آخه چند شو شده از چند شو از تیر شده کاکا جو. ماما نوروز صبر کنیم به شما بگو برار من رمضان به ما گفته تا نسلی پولار حق نداری به سرابیه تا پولا من نیاری 5600 روپیه من نده از همین جگاه ما جل نمیخورم. ما به شما بگو کاکا جو من به همین جگاه هم تا کیساخ چاپ کنه ندار که من کیساخ بده کمدوم بده. حالی چاپ خونی داریم یا نداریم به من مربوطی نمیشه پولا کامر بدیم که من راخو بگیرم. گفتم اول به تو چی گفتم برو خو بگو ماما نوروز سلام میگه بعد سلام یک شده که من رو اخ بدین به فکر پولا شما باشم دیگه. ماما نوروز نکنی ما تو فوتبال نیمار علی بر به اون جهتی به اون شون میکنه هم پول کامار بریم بیاریم بابا ما با بلا نفتادیم که به شما مردم قرض دادیم. ماما نوروز شما از که قرضش دادیم من میتونم با بلا شما دیم کاکا جو رقش ما بخوردم که
بعد بفرما بودایی پول کام ندارم پول شما ندارم بابا نیروز والله جنجال میکنیم بعد دیگه به خدا این کارا خوبیت نداره بابا نیروز دیگه مامان چاپخونه دار که تو هم پولاتو بدم ماما نیروز سعی کنیم من به شما بگم همیته که من میام به درس شما برات قرضا همیته طلبگارا ما میای برات قرضا برات پول شیرینی ها عید خو اونا که من باغ پیار خو نرفتم نوردم که باغ پیار من پسته داشته باشه خسته داشته باشه تخم داشته باشه نمیفهم کشمش داشته باشه که من بفروشم با پولای به کسی کنم ماما نیروز اونا را ما همیته بیا وردیم میفروشیم پول کار میبریم بدیم حالا که شما به پول کار ما بگیم خیر بینی همون در مدت صبر کردیم این پول کار شما بدیم حالا همون در مدت که صبر کردم یک شده دیگه اگه صبر کنی چه کار میشه چه کار میشه قیامت کنه میشه قیامت میشه ماما نیروز من چی بگم حالا من خودشم لالا نیرولا بیا لالا نیرولا چی گم پول کار ما بیا میارم قناعت بکن هر چی میگو تگوش هیچ قناعت نمیکنه چی گپ کجیر خون چی گاره لالا نیرولا چند شب به عید بمونده بود عباس و گیلک بچه از اینا بیامدم به پیش لالا رمضان کمی شیرینی عید بدیم یک شب عید پول کار شما رو میداره میاره خب برار ما بداد برای از اینا چند وقت میشه از عید گیر شده پولا اونم ندادم حالا کم برای از اینا بگو پولا ما تا صبح شد بر وقتی همین هم میشه ماما نورو سکو بله من میت خبر دارم امی برار از رمضان هم از خود سرمایه نداره امینا رو از مردم مستونه میاره به منجی اینا رو تیار میکنه میفروشه فایده و هزینه دیگه پول از مردمه خیر بینی انا را شما این کار نمیکردیم میته که به اون مرتقه قول قرار کرده بودیم همون تا به اون نفر قول قرار میکنه که من فلان صد پول تور میارم شما بیرایی کردیم دیگه شما ملامت ما نوروز خدا نمیگه بزی چی میگم میگه همون که صبر کردم یک امشب هم صبر کنم یعنی اگه امشب اینا صبر کنم صبح پول از اینا رو میدی حتما 100% خیلی خیلی کجیره میرن چه زمانات از اینا تا صبح می وقتی که اینا میگم من میکنم بیشتر از این دیگه من کار ندارم یعنی من به رو گپ شما که به شما احترام دارم به رو گپ شما نمیارم هر مدت داده شو اگه ما ها مادم اینا پولا خو ندادن گردن و من در سر اجرا میکنم خودی خو میبرم در سر رو که چی میگم در خونه رو هم یا خب علی ما بنورد بعدی ما و شما باشه فعلا خداحافظ شکل یک مجابت تزریان و در سر رو جنجال میکنه بابا واقعا این مطلب بدین دروغ نبکن کسی قرض نکن که قرض میگیر خواهش نکن بیا گیلک بده بیا بده نگو برو خونه خاله کن مادر عباس چرا؟ من 5000 پول به اون قرض بده اول یک ماه چرا بابا؟ همین رمضان برو خونه نکنه درس رو ندیدم ما درس رو بکنه واسه پیلا میوه؟ واسه پیلا میوه بخیر وانا بابا چهار نگفته به روز که برسته میخوایی وقتی اینکه یک شبیه بمونه دیلی کنه انا تو چهار روز اگه تیرش کنه و درس رو بیان با موقع کرد همین نورولا هم سایه بیامت زمانت برکرد امشب میه به درس رو میه بخیر یک چیز دیگه بابا گردن ما بند باشه نی عباس نی هم خالمه مرغ مرده به من اعتبار نمیبینم بابا خود شما موزر بره میگو تو بخی برو بگو پیار نگفته 5000 پول به ما به قرض بده بخیر آنه بابا میرم نمیگم خود شما بره تو بخی برو دیگه اگه خبر قال خرگوش به شما نوردم هرچی مستم بگید برو انه پولات رو هم بدون دیگر روی هم دیر به تحریم سعی کنی بیا میده درس رو جنجال میکنه خودی واسه 5600 کار خوبیه همسایه هم خور همسایه هم دلی تو همسایه وای انگلیسیش چنین خیلیات بخیر بیا خونه بیا نمیره پیاده نه دیگه بریم خونه بریم کجا خالمه خالمه دوست دارم چه کنه بعد
بابا ما که دن گفتن که ما از این کشیر و رمضان زمین روزایی میودانه خوش آورده بدیم انا بیا آمده امرو به در سلام که قال مقال خود کله گنده که قال مقال کده ما رو ابرو ایسیاد ما شلب داده انا که شلب داد بعد ما گفتیم همی ابرو ایسیاد ما که بیا از این شلب خود بیا از یک ابرو ایسیاد یا ما نداشتیم انا بیا 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 بله خودی کی می تو؟ سیز بالو چپ سور خیلی بی حال تو خودی من گفت میزنی؟ گفتم یک 5000 پول اگه دار مامانه و قرض بدیم که ما می پولام قرضات دکاندار فروشگار بدیم انا که میای و در سرا با این عید فطر اگه بیا ما سفره ما جمع میکنه خب گیل اگل تو بیای دکان تو پول قرض بدم خدا دیگه در دن آوام باشه گیل خب اگه یک دیگه پول داشته باشیم هر چی دیشتیم و ندیشتیم به می روزایت خرج شد برد کن میه گیل اگه می داده که و نانه خاله مزن زیسته که نمیشه کشید بگی 5000 بدیم تا با یک ماه و 20 روز بگه گیل اگه ما گپ میزن دیگه قبول کن بابا نانی چی داره دیگه نداره دیگه نه حالا نانی هم بگو ملاف هم بگو نداره نه خود اون نانه تونه تو نانه خونی تو نانه خونی نه اصلا نمیره از حالا گیل تو طلب داری از ما نه خود تو بچه خالی منی بچه خالی تو هست خب اگه میدیشیم بردی چی شو سکو نه ما مردی چیش تو ما خود مدی چیش دارو سکو نانه تو نانه خونی همه گپ بگو نانی و گپ بگو فرق نداره من موبایل نوردم اگه موبایل زنگ میزنم خاله خونه آیا میدیشی بیر تو بچه خالی منی میگم نداریم دیگه میدیشیم میدادم دیگه نمیدونم توی فهمیدی برو خالی هم سلام بگو پول نداشتیم بگو هرچی ایستم این روزایی در پیش اینا خرج شده نیه پول مایه اصلا ما به پول داریم اون خانی خواه اگه به شما پول بدیم به قرض بدیم از کی بستونیم ما مگر به دست بدیم به پا براده بده خدایی با پیار تو آدم کسی پول به قرض بده و خوب استمتالی هم داره آسون استمتالی